الو سلام علیکم شما خیدمونو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشه شهر زنگ میزنیم خیدمونو یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما را. همین یک نفر در قرض بودگیم برگردوندنش نامعلوم است. از اون همون زکات میتیم یا نمیتیم؟ سلامت باشید. دیگر سوالی باشد؟ با یک سوال دیگه هم دارم. من کنم همین تجارت و مشغولیم. مثلا تجارت که موضوعی که مثلا میخریم یا میفروشیم همین حسابی نرخی که بالاش میمونه میفروشیم همون حساب کنم. فهمو سلامت باشید. سوال دومی شما را من گرفتم. این برادر عزیز ما دو سوال کردن، بسیار سوال های جالب کردن، سوال های مبرم روز هست. یکی سوال درباره این که ما بالای دیگر انسان ها قرض داریم و نامعلوم هست که اونا قرض ما را میدهند یا نمیدهند یا کی میدهند. ما زکات اونها را چگونه کنیم؟ دیدگاه فقهی این هست که ما دو نمود قرض داریم. یک نمودش این است که اونها قرض های معترف هستند. اعتراف میکنن که من از شما مثلا 10,000 سامانی گرفتم، از شما قرض دارم و قرضش را برای شما برمیگردونم. این قرض معترف است، یعنی اون اعتراف میکنن. این روز زکاتش را ما میدهیم، زکات این را حتما میدهیم. اون ملکی ماست، مال ماست، در اونها قرض دادیم. دومیش این است که اون انسانی که از ما قرض گرفتگی هست اون از ما میگریزد، فرار میکند و چیزی هم برای دادنم دارد یا ندارد نامعلوم است و گاهی وقت میگوید که من قرضم رو میدهم یا نمیدهم و سالها دارد میگذرد بالای اون. در این صورت این قرض غیر معترف است. این حکم مال غصب را دارد، یعنی گویا که مال به زکات رسید، کسی اون را غصب کرد، برداشت برد. کدام وقتی که اون زکات را داد، کدام ساله، همون سال زکات دومین گفتیم دو نمود است. نمود دومیش که اون غیر معترف است، اون نامعلوم است کدام سال میدهد، داراییش هم نیست و نمیدونم مثل این روزها تلفنش را حلش میکند، بار اون را میکوبیم، وقتی میابیم بود نمیابیم. این حکم مال غصب را دارد. کدام سالی که آورده داد همون سال زکاتش را میدهی. دیگر سالهایی که در دست اون بود اون سالها معاف هستند، اون سالها زکات ندارند. این زکاتی از اون انسان‌هایی هستند که قرض را گرفتن و اعتراف نکردن، غیر معترف است. و بعضی فقهای معاصر بر این فتوا دادن که اون انسان معترف هم، یعنی قرض اولی هم، اگر سال اول نداد شما دادین زکاتش رو، سال دومی نداد شما زکاتش را، سال سومی نداد شما زکاتش را دادید، با وجود این که او اعتراف میکند اما پول رو نمیدهد، سالها شد میگذرد، بعدی چند ساله شما میتوانید که در حکم مال غصب اون رو بنویسید. یعنی کدام سال داد همون سال زکاتش را بدهید و سالهایی که در نزد اون هست دیگر اون سالها رو ندهید. خصوصا اون انسان هایی که شما میروید اون قرض گرفتگی است، دارایی ندارد که قرض شما را محکم کند و زیاده از 3 سال 4 سال شد میگذرد و شما زکات اون رو میدهید. و سوال دومی که این برادر کردن، اینا میگوید که ما صاحب کار هستیم، یک چیز را ما میخریم آورده میفروشیم، مثلا 50 سامانی میخریم 70 سامانی میفروشیم. آیا ما زکات مال تجارتمون رو، مال بیزنسمون رو وقتی که برآورده میکنیم از 50 حساب کنیم یا از نرخ خرید یا از نرخ فروش که 70 میفروشیم؟ اینا از دیدگاه امام ابو یوسف در فقه امام اعظم اینا هر دوش رو اختیار دارن که 50 حساب کنن، مادامی که نفروختن اون مال رو زکاتش رو برآورده کنن. اما اینها اختیار دارن که 70 حساب کنن. اما وصیت علما این هست که اگر این انسان باری رو آوردگی هست میداند که این رو 70 من میفروشم و فروش 70 دارد میفروشد و انسان این 70 اگر نرخ فروش اگر حساب کنه زکاتش را برآورده کنه، این با منفعت تر هست برای انسان هایی که مستحق زکاتند، مثل مسکین ها و فقیر ها. این بهتر و خوبتر است. این سوال دومی این برادر بود.